رمضان به مدت 30 روز یک ملائکه میاد در گوش انسان ندا میزنه: یا باقی الخیر ابشر، ای کسی که خواهان خیر هستی و دنبال خیر بودی و خیرخواه بودی و خیر طلب بودی و دنبال کارهای شایسته و خیر بودی، بشارت به تو. یا باقی الخیر، بشارت به تو، ماه پر خیر و برکت رمضان آمده. و ملائکه دیگر میگوید در گوش انسان: یا باقی الشر، یا باقی الشر اقصر، و ای کسی که دنبال شر بودی تا قبل از رمضان، و ای کسی که شر طلب بودی و دنبال خیر نبودی، ماه خیر آمده، از شر کوتاه بیا، گذشته را جبران کن. از این التماس بیشتر چه کسی التماس می کند؟ کسی که نیاز به عبادت هیچ یک از بندگانش ندارد. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کل مخلوقات تسبیح خداوند میگویند. تعداد انسانها از هر نوع مخلوقی کمتره. کل انسانهای روی زمین به اندازه یک نوع مخلوق خدا نمیشوند، به اندازه تعداد مورچه ها نمیشوند. یک ماهی به اسم ماهی حبور مادهش سالانه 700,000 تخم میذارد در دریا. یک ماهی فقط. میلیون ها نوع ماهی اگر هر کدوم 700,000 800,000 300,000 تخم بگذارد، اما انسان در طول 100 سال عمرش شاید 5 تا بچه دار بیاورد، شاید هم عقیم بشود. یک میگو 350,000 تخم میذارد، میگوی مولد در دریا. همه تسبیح خدا میگویند به هر زبانی. کل قد علم صلاته و تسبیحه، و خداوند صلات و تسبیحشان را میداند.